گرومینگ جنسی چیست؟ گرومینگ جنسی یک روند است که از آن طریق مجرمان قربانیان خود را به رابطه جنسی می‌کشانند. این تاکتیک‌ها می‌توانند توسط افراد آشنا پیاده شوند. سوء استفاده‌گر می‌تواند هر کسی باشد. اغلب نوجوانان افرادی که آنها را مورد استثمار قرار می‌دهند می‌شناسند که می‌تواند کسی از میان سرپرست، خواهر یا برادر، همسالان، کارکنان مدرسه یا مربی باشد. نمونه رفتارهای گرومینگ می‌تواند شامل ترفندهای عاطفی یا تهدیدهای مخفی و موذیانه به هدف به انزوا کشاندن فرد باشد. فضای اینترنت همچنین می‌تواند برای گرومینگ مورد استفاده قرار بگیرد. چنانکه پلتفرم‌های بزرگ دنیای فناوری از 31.8 میلیون گزارش مرتبط با محتوای مشکوک به سوء استفاده جنسی از کودکان در سال 2022 که افزایشی 2.6 میلیونی نسبت به سال پیش از آن را نشان می‌دهد، پرده برمی‌دارند. اگر شما فکر می‌کنید خودتان یا کسی که می‌شناسید در حال تجربه استثمار جنسی است، همین امروز با یکی از این شماره‌ها تماس بگیرید.